به نام خدا، مرضیه رفیعی هستم، مدرس الگو و دوخت. با ادامه دوخت شلوار مردونه بخش زیپ در خدمتتون هستم. خب من گفتم که شما درزای داخل پا رو بدوزید و بیاید قسمت فاقتون رو سردوز بزنید قبل از اینکه وصل کنید قسمت فاقتون رو، چون اینطوری سردوز زدن براتون راحت تره. خب الان یه مرحله دیگر هم بهتون توضیح بدم. شما گفتم که این قسمت درز فاقتون بعد از دوخت باید قسمت پشت رو توضیح دادم، باید کامل برگرده روی خودش به این حالت گرد. خب قسمت جلو هم همون حالت رو داریم، یعنی ما احتیاج داریم که این قسمتمون به این حالت برگرده. میبینید الان بر نمیگرده، فقط همین محدوده جا دوختم رو من میام یه مقدار کشکاری میکنم، به قسمت فاقم کار ندارم. ببینید اینطوری صاف میگیرم کارم رو و این رو کشکاری میکنم. این توی دوخت شلوار زنونه هم کاربرد داره. بعد میام جا دوخت جلوی کارم رو که حالا 1 سانتی یا 1 سانتی و نیم بود میندازم و اینکه قطعا شما بعد از اینکه سردوز زدید دیگه جا دوختتون شده 1 سانت، چون یه نیم سانتیش احتمالاً توی سردوز رفته دیگه. ببینید الان من اینو بخوام اتو بزنم سر جای خودش میشه یه همچین حالتی. قسمت پشتمون رو هم گفتم تا حدود خط باسنمون 1 سانت از اون به بالاش بیشتر میشد. ببینید الان من جا دوختم سر جای خودش برگشت. الان خط دوختم هم مشخصه دیگه، همین خط اتو منه. من میام 2 تا قسمت فاق شلوارم رو میذارم روی هم میدوزم. از کجا؟ از این درز خط توپا روبرو میذارم 2 تا درزم رو سنجاق میزنم. الان خط دوختم هم ببینید خط اتوی من مشخصه دیگه، همون خط دوخت من میشه. قسمت فاق پشت رو حالا به خاطر وصل کمر و مراحل بعدی دوختمون ما حدوداً 3-4 سانت باز میذاریم، نمیدوزیم. بعد از اینجا شروع میکنم به دوختن با همون فرم جادوختی که داشتم. ببینید اینجا 3-4 سانت بود، میومد تا به 1.5 میرسید حدود خط باسنمون که روی الگو داشتیم. بعد میرفت روی 1.5 میدوزیم تا قسمت جلو، محلی که قرار اندازه زیپمون باشه. شما اینجا 1 تا 1.5 جادوخت داشتید، بعد بلندی زیپتون بود که من گفتم حدوداً 16 سانتی متر باشه. اون فضا رو جدا میکنید، به فرض میشه اینجا. شما دوختتون رو که دوختید اومدید تا اینجا سرقایمی میزنید محکم و حالا دوختتونم ریز باشه که بعد بیام مراحل دوخت زیپ رو بهتون بگم.